دوشاب برنج شیرینی گیلانی و خوشمزه و آسون که یک گزینه مناسب برای شب یلداست. مواد اصلیش گردو یا هر آجیل دیگه‌ای که دوست دارین، دوشاب یا همون شیره انگور که ولی از شیره‌های دیگه هم میشه استفاده کرد، و برنج سرخ شده که مهمترین مرحلهش همین سرخ کردن برنجه که بریم با تمام نکاتش با هم سرخش کنیم. برنج خوب شستم، بهش یه تیکه کره اضافه کردم که روی پوک شدن برنج خیلی تاثیر میذاره و روش آب جوش میریزم و بعد که یکم از گرما افتاد برنج رو حداقل برای 12 ساعت داخل یخچال خیس میدم. اینجا برنج آبکش کردم تا آب اضافیش بره که سرخشون کنم. دیگ یا تابه‌ای که کفش نازکه رو میذارم خوب داغ بشه و خیلی کم تربش کردم و برنج رو کم کم سرخ میکنم و مرتب هم میزنم. نباید برنج ها رو هم انباشته بشه تا خوب سرخ بشه. همطور که میبینید برنج ها از تابه جدا میشه و میپره، این یعنی که برنج داره شکفته میشه و خوب سرخ میشه. اینجا برنجای من کاملا شکفته شده، ولی من یکم دیگه تفت میدم تا طلایی تر بشه. همه برنج رو همینطوری سرخ میکنم. نصف لیوان شیره انگور رو گرم میکنم، بهش 1-2 قاشق شکر هم اضافه میکنم که هم باعث انسجام بهتر میشه و هم طعم گس شیره رو میگیره. وقتی شیره جوشید شیره رو خالی میکنم و برنج رو داخلش میریزم و شیره رو کم کم بهش اضافه میکنم و هم میزنم. تا جایی بهش شیره اضافه میکنم که منسجم بشه. گردو رو هم بهش اضافه میکنم. پودر هل که باعث خوش طعم‌تر شدنش میشه و 1 قاشق کره که هم تو انسجامش تاثیر داره و هم طعمش رو بهتر میکنه. وقتی شیره کاملا جذب شد آماده است. تا گرمه باید داخل ظرف بریزیم. کف یه پیرکس رو من پاکت فریزر گذاشتم و پلاستیک رو با پنبه چرب میکنم. الان دوشاب برنج رو داخل ظرف میریزم و با قاشق خوب صافش میکنم. بعد 1 ساعت که خودشو گرفت هر شکلی که دوست دارین میشه برشش زد. من به شکل مربع برش زدم. به همین راحتی یه شیرینی اصیل گیلانی که فوق‌العاده خوشمزه است داریم که یک گزینه خیلی عالی برای شب یلداست. اگر از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم با لایک کردن از ویدیوی من حمایت کنید.